آیا می‌دانستید که 90% تریدرها در همون سال اول سرمایه‌شان را از دست می‌دهند؟ دلیلش فقط بدشانسی نیست. در این ویدیو 3 دلیل اصلی که باعث ضرر اکثر تریدرها می‌شود را بررسی می‌کنیم. در ادامه این ویدیو به 3 دلیل اصلی که باعث می‌شود تریدرها ضرر کنند می‌پردازیم و راهکارهای ساده برای جلوگیری از این اشتباهات را بررسی می‌کنیم. اولین دلیل اصلی مدیریت ضعیف احساسات است. ترس از ضرر و طمع برای سود بیشتر باعث می شود تریدرها سریع تصمیم‌های اشتباه بگیرند. مثلا وقتی بازار پایین می رود ممکن است همه چیز را بفروشند و ضرر خود را قطعی کنند، یا وقتی قیمت بالا می رود بیش از حد خرید کنند و ریسک را نادیده بگیرند. در بازارهای مالی باید در ترس بازار خریدار و در طمع بازار فروشنده باشید. دلیل دوم عدم مدیریت ریسک است. استفاده از حجم بالا یا اهرم زیاد باعث می شود حتی یک معامله اشتباه سرمایه را نابود کند. اکثر تریدرها بدون برنامه مشخص پول زیادی را روی یک معامله می گذارند و وقتی بازار برخلاف پیش بینی حرکت می کند همه چیز را از دست می دهند. دلیل سوم استراتژی نامناسب و تقلید کورکورانه است. بسیاری از تریدرها بدون تجربه فقط آنچه دیگران میگویند را دنبال میکنند. این باعث می شود که هیچ برنامه مشخصی برای سود و ضرر نداشته باشند و همیشه ضرر کنند. خلاصه و جمع‌بندی، این 3 دلیل می تواند دلیل اصلی ضرر تریدرها باشد. مدیریت ضعیف احساسات، عدم مدیریت ریسک و تقلید کورکورانه. راهکار ساده چیست؟ همیشه قبل از معامله برنامه داشته باشید، ریسک را کنترل کنید و احساسات خود را مدیریت کنید. اگر می‌خواهید تکنیک‌های حرفه‌ای برای جلوگیری از ضرر و موفقیت در بازارهای مالی را یاد بگیرید، کانال را سابسکرایب کرده و زنگوله را فعال کنید تا هیچ ویدیویی را از دست ندهید.